سلام، یعنی درود. بله درود. ما ایرانی ها خب این بحثی بوده که هنوز هم هست و آقا کدومش ایرانیه، فارسیه و این دروده. بعدم به درود هم میشه بای بای. بله من دیشب اتفاقا داشتم راجع به این چیده شدن زبان فارسی فکر میکردم، چگونه چیده شده بود حتی قبل از اینکه شاعرانی مثل فردوسی بیان به گفته یه خانمی که توی این کار متخصصه در زبان فارسی و به این ترتیب استدلال میکنه که بله این یک زبان بسیار هم قبول داره، بحث زیاد نیست. بنابراین من افتخار میکنم که ایرانی هستم و واسه شما شعرم از حافظ در قربت میخونم. بله شما نیت کنید من شعر واسه شما میخونم. مثل اینکه بله میفرماید خوش آمد گل و از آن خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد. یعنی میگه خلاصه زندگی و فلان. زمان خوشتری دریا و دریا که دایم در صدف گوهر نباشد. یعنی خلاصه متوجه همین الان باشیم. غنیمت دان و می خور در گلستان. به یعنی خلاصه بریم پیکنیک و منطقه به جای وافوره این چیزا دوستان شراب ناب بیارن، شراب شیراز، که گل تا هفته دیگر نباشد. اعلام خطا. میگه ایا پر لعل کرده جام زرین. کدوم زبان میتونه این کارو بکنه اینقدر زیبا و رنگ؟ ببخشا بر کسی کش در نباشد. بیا ای شیخ از ما خمخانه ما. میگه بیا ای شیخ از خمخانه ما شرابی خور که در کوثر نباشد. همه ملت ایران به این مسئله واقفه تقریبا دیگه. حالا این بابش اون فرقی نمیکنه. ما در این وضعیت تاریخی ما گرفتاری مردم. بله میگه ز من بینو شد دل در شاهدی بند. یعنی شاهد مسئله باش، یعنی کاری به شهادت این جریان نکن. بله که حسنش بسته زیور نباشد. من خودم نفهمیدم، شما فهمیدیم بعد مسلم. شرابی بی خمارم بخش یارب که با وی هیچ درد سر نباشد. دقیقا همچنین برم بگم بزنیم تا ظاهر بشن، بزنیم تا قایم بشن. این مرد احمق رو کارشو به اینجا کشوندن، فقط کس بده، اون خیلی بده. شراب بی خمارم بخش یارم، مثل که من خمار کرده خورسن که با وی هیچ درد سر نباشد. منظور شراب ها، ولی اینجوری هم میشه حافظ دیگه. بله خدای چیزی که ما در ادبیات فارسی اسمش میذاریم، حالا دوگانگی مسئله چی میگم بهش، اسم داره. بله این ادبیات فارسی به خصوص شعرهای حافظ داره این مسئله هستن. به هر حال شعرها یادم نمیاد، بعدا یادم بگم. بله من از جان بنده سلطان اویم، بیرونی دیگه. اگرچه یادش از شاکر نباشد. میگه حتی اگه به فکر ما نباشیم، ما خیلی آدم خوبیه، از این آدم ها پیدا نمیشه تو ایران که کجا حد میزنه. به تاج عالم آرایش که خورشید. به این خورشید زیباشه، کلمه یکی من به یاد زرتشت بزرگ ما ایرانیان میندازه. باور کنید این افغانایی به ما میگن آقا ما زبان حرف میزنیم به این تدبیرتون. آقا درسته، این ما خودمون داریم زجر میکشیم. دوستان عزیز افغانی پدر همه رو در آوردن، پدر شما رو بیشتر از همه، ما خیلی مقصر بودیم 100%. به هر حال همینه که شده. میگه درخت دوستی بنشان. بله ما حوصله این که همه این شعر بخونم خیلی درازه هستن. بریم سراغش دیگه. این اون همیشه حسین مخمالم میخوندم.
یارب این نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. واقعا مشکل این فارسی زبان بسیار مثل اصلا یه بحثی رو مطرح میکنه که تمام واقعیت اینکه به شما یک جلوه ای از واقعیت رو میتونه نشون میده زبان فارسی که واقعا من به راحتی به شما بگم دارن، البته خودشون خیلی زحمت میدن، ولی این خلاصه گویی، این بداهه گویی، بحث فیل بداهه و با خرد حرف زدن، این شعر فارسی ها و این فرهنگ ایران، شعر اصلا حالا ما عادت کردیم بریم سراغ خارجی ها. نه آقا جان، شعر همیشه در ایران یک به اصطلاح ابزار فرهنگی بوده، همه اینو میدونستن. وقتی به هم میرسن کتاب مالیکوف اینجوری نیست ایران، همیشه بحثش میدونم این دنیای جدید و فلان و بیسار و این اونجا و اونجا. بعدم چند درصد مردم دنیا واقعا مثل ما زندگی میکنن؟ حالا بیایید یه کاری بکنیم که درست باشه. ببین حافظ میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و تتین و در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز، بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. میشه تفسیر سیاسی کرد. یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد. یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد. بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. میگه بهشت عدن، ببینید چه طعنه‌ای میزنه به ما ایرانی ها. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم. حالا خمت یا هشت از اونجا میخواد اینا میزن تو تهش رو خم. میگه سخندانی و خوشخوانی نمیورزند در شیراز. بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم. بله میگم این آدم بله اینو میخونه تموم میشه، ولی بعد این واقعیتی که این مطرح میکنه به شکلی که حافظ مطرح میکنه، این ایهامی که ایجاد میکنه در فهمیدن خودش، و اینکه هر بار تو اون دوباره بخونی یه معنای دیگه خواهی گرفت. نداریم مثلا تو تمام این اصلا اگه تو اینو به آدم ها نشون بدی اصلا وحشت میکنه. یه حالتیه که یه ملت به دست آورده در طی یک تاریخی داشته. دست کم نگیرید حافظ شیرازی را. بله این کتاب الان همیشه با من بود، همیشه که نه ولی دیگه الان 23-4-5-6 سال بیشتر شد. بله باز دوباره حرفای چرند بزنیم راجع به واقعیت، بدونیم اصلا به چی احتیاج داریم. بله این ایرونی ها آفرین زنها شدم که حالا دیگه الحمدلله اومدن خانم خوش اومدین کلام وردن قنون کشلم. بله خدمت رو عرض بکنم که آقا جان ما که فقط مطالبات صنفی نداریم که این آقای نمیده اینو لجاجت هم بکنه و فلان بسان دیگه. کار از این گذشته. شما مطالبات سیاسی دارین، باید یه شکلی بهش بدین. خب ما همیشه بلند میشم، خوب بلند میشیم، خوب متحدیم، بسیار خوبه که این ملت بسیار متحده و تمام این چه میدونم برچسبا که این میخواد جدا بشه اون میخواد جدا بشه همه میگن همش کس شده.
اصلا با شجاعت اومدن وسط دارن اینو میگن همه ملت یک بار دیگه در تاریخ ایران، اون که در حقیقت ایران رو همیشه نگه داشته. خیلی وقت بوده که خیلی فکر می‌کنن که تموم شد دیگه، این تجزیه شد رفت پی کارش. نه نشد، اون گربه هنوز اونجاست. بله، پس شما به چیزی احتیاج دارید، میرسیدیم. یعنی شما میخوای خب حالا بله بلند بشید این وضع بیارم واسه ما، خب آوردن چند بار آوردن دیگه، خب حالا بیارید لطفا دموکراسی بیارید. غیر از اینه خب دموکراسی هم احزاب سیاسی هستند، دولت‌های محلی هستند، چه میدونم. حالا آقای شاری میخوای بیارید، خرج بی خودی رو بفهمیدش بیارید، خیلی هم خوبه. به هر حال ما نمیدونیم که اساس کلید مسئله نداریم، مثل آدمایی هستیم که از خونه‌مون میایم بیرون نمیدونیم کجا میخوایم بریم، هی میبینیم همدیگه رو میشستیم با همدیگه همه میگیم تاق 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 تاق. نمیشه که این که آقا تا کی تاق تاق تاق. خیلی زیاده مثل ملته، باهوشی مثل ملته. که حالا یک بار دیگه اتفاق اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، آقای حافظ این وجود چی میگه؟ ممکنه دیگه بفهمید میگه. نه خب باز همون خوش آمد گل بزن خوشتر نباشه چرت و پرت. آقا بذار ببینیم. به به این قشنگ سکسی، گوش بدین ببینید. میگه دوستان دختر رز توبه ز مسروری کرد. حالا اینجا اگر ما این رو اینجوری کنیم دختر رز، یعنی منظورش دختر رزه، خب این رز میشه همون تاک و درخت انگور دیگه که گوشای انگور هست و فلان بیسا هم. بله شد محتسب و کار به دستوری کرد، رفت سر مشتهه و قبول کرد که از اون کارهایی بود که دستور و فلان میشه. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، واو. آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. ایشون هم اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برق از منزل لیلا بدرخشید و سحر، ده که با خرم من مجنون دل افکار، مجنون دل افکار چه کرد، مجنون دل افکار چه کرد. توجه میفرمایید؟ ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب، صحبت از غیب میکنه، شوخی نیست که فیلسوفای اروپایی اصلا صحبت غیب اصلا وجود نداره، چون قبلا این کاتولیکا که پاپ و حرومزاده ها اینا همش اینجا بودن دیگه، جای دیگه نبودن که. بله بعد میفرماید آمد از پرده مجلس عرقش پاک کنید. بشه که این اومده خلاصه از پرده مجلس ها، از پرده از پشت پرده به مجلس اومده. توجه فرمایید، آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید تا نگوید حریفان که چرا دوری کرد. یعنی میگه تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد، یعنی نگن اصلا. من دارم تمرین میکنم حافظ بخونم، بلد نیستم. مژگانی به دل که دیگر مطرب عشق، راه مستانه زد و چاره مخموری کرد. نبفت آب که رنگش به صد آتش نرود، نبهفت آب که رنگش به صد آتش نرود. آنچه با خرقه زاهد می انگوری کرد. غنچه گلبن و سلم و ز نسیمش بشکفت. بله غنچه گلبن و سلم ز نسیمش بشکفت. حالا درست شد، میشه غنچه گلبن و سلم ز نسیمش بشکفت و خوشخوام طرف از بر گل سوری کرد. حالا از بر گل دوری کرد، سوری نبود. آدم اشتباه میخونه. خب دیگه بهترین کار ایشون از این اشتباه بکنید، ولی به اون هنر به مردم بشه، خیلی کار مهمه.
یه کاری میکنم که شما من بزرگترین حافظ خان جهان هستم، هم مفت من دارم میزنم، خودم میدونم شما باور نکنید، ولی هستن یه دیگه که قبول میکنن، میگم بله من تو قیافش دیدم که فلانی اونجا وایساده و همونیه که قرار شده بیاد. نه آقا این حرفا چی چلنجا چی مزخرف میگن. آقا از همه قشنگتر این وضعیت ما ملت شریف و این آقای مولوی در 4 تا دونه این چقدر نیم بیت دیگه، نیم بیت اینو گفته دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خرد بر دار زدیم دانشا، در بند 200 خرافات شدیم. بله اینو ایشون میگن. حالا بریم ببینیم اصلا شروع عجیب و غریبی میشن میان. میگم هر دفعه این کتاب این دیگه بهش میگن لسان الغیب حافظ، یعنی یک کسی بودی که قبل از این که اصلا چه میدونم تمام این وسایل الکترونیکی باشه بتونه بشه برای شما اونجوری که میخواید بخونه و بده. این کاری که دارن میکنن عملا. این من تونسته با گذاشتن این زبان فارسی که زبانشه با این دانش بزرگی که داشته زبانهای مختلف، شاه شاعران جهانه. اصلا بحث شعر رو ما به خاطر این غنی بودنش خیلی وقتا نمیتونیم از کل زندگیمون جدا، ولی باید بکنیم این کارو، باید قبول بکنیم که باید دموکراسی بیاد، احزاب سیاسی ساخته بشه، باید ملت ایران آقا بدون کجا میره مهسا جان، کجا میری؟ بحث بر سر اینه. بسیار ویدیو قشنگی شده، همش هم شعر دیگه. مرا برندی و عشقان فضول عیب کند، که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بود، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان زدند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر شیب کند. یه چیزی کلید گنج شهادت قبول اهل دل است. این که درسته، گنج شهادت چون هم چیز خوبیه. مبادا که در این نکته شک و ریب کنند. خلاصه بعد چی گفتی؟ این که ما ازش برداشتیم نیست، یه چیز دیگه میگه. داره میگه ظهور حور بهشت آن نفس برایت بوی. میگه از حور بهشتی اون وقتی بو در میاد. شاید هم خیلی چیزای دیگه هم میگه من نمیفهمم، هم زیباییش هم اتفاقا به همین. شاه شاعران جهان هست ایشان. بعد خدمتتان بله شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جناب خدمت شعیب کند. ایران بودن این همشون بودن. بله بعد بگه زدید و خون بشکاند فسانه حافظ. حرفای حافظ رو اینجوری میگه زدیده و خون بشکاند فسانه حافظ. این هم میشه بود، یعنی حافظ این کار داره انجام میده. میگه زدیده خون بچکاند. واو چه افتضاح. اصلا باشه منی که کمی از خون اینجور چیزا سرش دادم تو نقاشیش وحشتناک، ولی این در شعر ببینید چقدر زیبا این صحنه رو به شما تحویل میده در این حال و این شما رو آرام میکنه. بله زدیده خون بچکاند فسانه حافظ. افسانهش دیگه، افسانه دیگه، افسانه جهانی.
چو یاد وقت زمان شواب و شیب کند. خوش مقدم میکنه. چو یاد وقت زمان شواب و شیب کند. شواب و شیب دیگه من فکر کنم بیشتر این شواب و شیب مسئله رو بگه که چیزی که اصلا غیر ممکن. میگه مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند. همون جا کشم در که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. این آدم دانشمند. شما دیدید تا حالا یک نفر آدم فیلسوف یکی از این آقایان فضلا رو بگیره ایشون دیگه اصلا کارش پیش غلط کردی گفت خوردی حرف مفت نزد. خب اینجوری نمیشه. ما بهش اجازه میدیم در اینجا هم در این که مبارزه بعد مزد بره کجا؟ به کدوم به طرف؟ بله دیگه همین بود دیگه. این شعر حافظ هم تمام شد و دیگه وقت شما رو هم زیادی گرفتیم. یه ویدیو میره توی